السلام علیکم دوستان عزیز. امروز من به شما چطور سوزن پاپو رو حلش کردنش رو نشان میدهم. با دقت نگاه کنید. انا در اینجا بولت است. این بولت رو سوس میکنیم. این بولت رو سوس کردیم، این سوس میشه. این میگیریم سوزن. این سوزن رو میکشویم و خیلی نوش است. میکشویم، حلش میکنیم، میمونیم گشته. من سوزن رو کشودیم، حلش میکنیم. سوزن رو کشودیم، من سوزن خالی شدیم. سوزن رو میمونیم، سوزن ناف میمونیم. ما در اینجا هزی سوزن رو میگذاریم، میفروریم. من سوزن بولت رو که حلش گرفتیم، سوزن میفرود. من در اینجا سوزن میفروید. اما کشکچه سوزن رو به طرف خودمون میکنیم. در اینجا بولت رو نیز به طرف خودمون میکنیم. من سوزن رو، این کشک سوزن باید که کشک کنه. در اینجا قطع شدگی کو هم به طرف خودمون نگاه کنه میگذاریم. بعد این بولت هم باید که به طرف خودمون نگاه کند. ترنگ میکنیم، همین رو میگذاریم. بعد ترنگ میکنیم. بولت رو ترنگ میکنیم. با دقت باشه دوستان عزیز. بولت به طرف خودمون نگاه میکند، سوزن نیز به طرف خودمون. اگر خطا گذاریم این چی ندوختنش هم ممکن. خیلی میدوزیم. در اینجا دوخت زنجیره رو